میخوایم این عکس رو از اطراف گسترش بدیم. اولین کاری که میکنیم میایم ابزار کراپ رو ور میداریم، از قسمت رشیو میایم میذاریمش روی 1:1. بعد از این آلت رو میگیریم و اطرافش رو گسترش میدیم. بعد از اینکه اطرافش رو گسترش دادیم میایم کنترل رو میگیریم و روی عکس کلیک میکنیم، روی لایش کلیک میکنیم و عکس انتخاب میشه. ولی ما نمیخوایم که خود عکس انتخاب بشه، میخوایم حاشیه اطرافش انتخاب شده باشه. پس کنترل و آلت و آیا میگیریم که اطراف کار رو انتخاب کنه. از قسمت سلکت مودیفای رو انتخاب میکنیم، اکسپند، و میایم میذاریمش روی 5. برای چی؟ برای که اون قسمت حاشیه‌ای که انتخاب شده به داخل بیاد، یعنی بیشتر انتخاب بشه به شکلی که میبینید. بعد از این میایم تو قسمت ادیت و قسمت کانتنت اوی رو انتخاب میکنیم و اون قسمت هایی که دیگه نمیخوایم رو با براش رو کوچکتر میکنیم و اون قسمت هایی که دیگه نمیخوایم رو پاک میکنیم. بعد از اینکه پاک کردیم اوکی رو میزنیم و حالا اون عکس گسترش پیدا میکنه و حالا منتظر میمونیم که بله به این شکل عکس از اطراف گسترش پیدا میکنه.